بذاره حال بد میشم. اب نداره. اوضاع طبیعتمون چطوره؟ حال زمین اصولا خوب نیست. حال زمین خوب نیست. حال زمین اصولا خوب نیست و حال کشور ما بدتر از همه جاست. از همه جا الان نمیتونم بگم، مثلا نمیدونم بورکینافاسو نرفتم ولی کشورهای آفریقایی رفتم، اونا هم یکم بی‌توجهن، ولی ما خیلی طبیعتمون اذیت می‌کنیم، خیلی زیاد. این چیکار میکنیم؟ یه آقایی با من صحبت میکرد تو کانادا که قبلا اومده بود به ایران و هم دیگه بحثمون شد راجع به طبیعتامون. گفتم آقا کانادا زیباست، شکی در این نیست، ولی منهای اون قسمت پایینش که هم مرز امریکا شبیه گرگان ماست مثلا، به این آقا گفتم شما 3 تا المان داریم برای زیبایی: کاج و کوه و آب. شما دقت کنی تو همه کارت پستالا کاج، کوه، آب، ولی خدا اینقدر اینا رو زیبا و قلم گذاشته. از کانادا کشور شگفت انگیز. من کشور تو رو دیدم، گفتم کشور من اینطوریه، زمستونش اینه، پاییزش اینه، کویرش اینه، جنگلش اینه، تنوعش اینه، شما تنوع ما رو ندارید. گفت آره، اما متاسفانه من بازدیدی که از کشور تو کردم، بذار یه جمله بهت بگم بدت نیاد، من هیچ مردمی رو ندیدم که اینقدر با طبیعت و تاریخ خودشون دشمن باشه. طبیعتمون که همین شما دیگه میبینین دیگه، خیلی لطف میکنه در همین لار که بهشت روی زمینه، منهای این که آشغال و زباله و پفک، من ندارم چرا ما پفک میخوریم. بعد یکی لطف میکنه آشغالاشو جمع میکنه توی کیسه پلاستیک، بعد کیسه رو میندازه. شما که هزار ماشاءالله پر انرژی، در سردترین نقاط ایران دوربینتون به خاطر سرمای